ضمن برگزار نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 33 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. نامبرده 7 ایون سال 2023 تخمینا ساعت 9:30 دقیقه هنگام در کوچه عینی پایتخت قرار داشتنش به یگان اساس جوانزن 23 ساله ساکن نویه رشت را لطکوب نموده از جیبش 840 سومونی و یک عدد تلفن موبیلی تمغه خوبه رو تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیر شده 2340 سومونی را تشکیل می‌دهد. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه بلخی با عریضه زن 29 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 26 ایون سال 2023 شخصان نامعلوم به طریق پنهانی به منزل استقامتیش در آمده از داخل جیوان جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیر شده 5590 سومونی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 33 ساله ساکن امین نویه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر وحدت عریضه پیرمرد 72 ساله ساکن شهر مذکور وارد گردیده است که 14 اپریل سال 2021 مرد 46 ساله ساکن امین شهر بروی فریب به باوریش در آمده از او 73400 سومونی گرفته وعده داده است که بر عوضش خانه استقامتی از بنای بلند آرشیانه گرفته می‌گوید، اما وعده‌اش را تا حال اجرا نکرده است. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر وحدت با عریضه زن 37 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که ماه سپتامبر سال 2022 زن 48 ساله ساکن پایتخت بروی فریب به باوریش در آمده از او برای فروش به مبلغ 185000 سومونی جواهرات گوناگون طلایی را گرفته مبلغش را تا حال برنگردانیده است. آی به این حادثه ها تفتیشاتی ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه اسماعیل سامونی با عریضه مرد 49 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 19 اکتبر سال 2022 مرد 35 ساله ساکن پایتخت بروی فریب به باوریش در آمده از او $30,000 امریکایی برای رونق دادن تجارتش گرفته به منفعت شخصیش صرف نموده تا حال مبلغش را برنگردانیده است. نسبت گمان برشونده پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.